با نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین و خیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای عزیزی که در صنف هستین همتون خوب هستین؟ بخیر آمدین به صنف؟ بله استاد. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه ما در مضمون فیزیک در صنف هشتم. ما امروز به ادامه درس‌های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون فیزیک می‌خوانیم و با یک موضوع جدید در علم فیزیک آشنا میشیم. شاگردای عزیز، ما در درس‌های قبلی در مورد قوه، محصله قوه ها، مومنت قوه و قوه های عمل و عکس العمل صحبت کردیم و فهمیدیم که قوه عاملی هست که جسم ساکن را متحرک و جسم متحرک را ساکن میسازه، باعث تغییر سمت، باعث تغییر شکل و باعث تغییر سرعت اجسام میشه. توسط واحد اندازه‌گیری به نام نیوتن اندازه‌گیری میشه و همین قسم فهمیدیم که قوه یک کمیت وکتوری هست، یعنی بر علاوه مقدارش جهتش هم مهم و ضروری هست تا دانسته شود. محصله قوه ها قسمی دریافت میشه که هرگاه دو قوه بالای یک جسم وارد شود و هم جهت باشه با هم دیگه، محصله قوه ها حاصل جمع قوه ها می باشه و هرگاه بالای یک جسم دو قوه وارد شود که در جهت های مخالف هم دیگه بالای جسم وارد شده باشه، محصله قوه ها حاصل تفریق دو قوه می باشه. همین قسم مومنت قوه را هم شناختیم، فهمیدیم که اثرات چرخشی یک قوه به نام مومنت قوه یاد میشه و فهمیدیم مومنت قوه به سه جزء بسیار مهم و اساسی بستگی داره: به بزرگی قوه یا مقدار قوه، به جهت قوه و همین قسم به فاصله بین نقطه اتکا و محور دوران یا بازوی قوه رابطه داره و این سه جزء در مومنت قوه از جمله اجزای مهم و ضروری می باشه. با قوه های عمل و عکس العمل آشنا شدیم، فهمیدیم که یک دانشمند به نام نیوتن به اولین بار تونست این موضوع را دریافت کنه و بگوید که در مقابل هر عمل یک عکس العمل مساوی و اما مخالف الجهت وجود داره. زمانی که شما با یک شخص و یا با یک جسم قوه وارد میکنید، قوه‌ای که شما وارد کردید به نام قوه عمل یاد میشه و زمانی که همون شخص یا جسمی که در مقابلتان هست بالای شما قوه وارد میکنه، این قوه به نام قوه عکس العمل یاد میشه. قوه های عمل و عکس العمل معمولا با هم دیگه مقدارهای مساوی دارن اما جهت‌هایشان در مقابل هم دیگه هستن. یا برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. مخالف جهت همدیگه می باشند. ما در درس امروز در مورد یک نوع دیگه از قوه ها صحبت می کنیم. عنوان درس امروز ما قوه جاذبه یا وزن جسم می باشه و این درس ما شامل صفحه 63 و 64 کتاب فیزیک هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم قوه جاذبه چی هست، قوه جاذبه زمین چی هست، وزن جسم چی هست و قوه جاذبه زمین با کدام اجزا رابطه داره. این اهدافی است که در درس امروز وجود داره و بخیر در ختم درس امروز به اهدافی که داریم میرسیم. قلم و کتابچه پیشتان باشه، نکات مهم درس را یادداشت کنید. سوالی اگر ایجاد میشه حتما سوالاتتان را از من بپرسید. شاگردای عزیز، اگر پیش از اینکه بیایم و براتان قوه جاذبه را تعریف کنم یا وزن جسم را تعریف کنم، شاید شما همگیتان با این مسئله آشنا باشین و حتما آشنا هستین که اگر یک جسم در دستتان باشه و این جسم را رها کنید، میبینید که این جسم به زمین میفته. اگر هر جسم باشه، جسم کوچکی باشه و جسم بزرگی باشه و در دستتان باشه و شما او را رها کنید، به زمین میفته. معمولا هر جسمی که از هر ارتفاعی رها شود به طرف زمین سقوط میکنه. علت سقوط کردن اجسام و اشیاء مختلف قوه‌ای هست به نام قوه جاذبه زمین. قوه جاذبه زمین قوه‌ای هست که در زمین وجود داره و اجسام را به خود جذب میکنه. همین قوه جاذبه زمین هست که باعث میشه اجسام را روی خود نگه داره. یعنی قوه جاذبه زمین یکی از فوایدی که داره این هست که اجسام را در روی خودش نگه میداره. زمانی که شما یک چیز را روی زمین میگذارین در همون قسمت قرار میگیره و یا زمانی که ما در روی زمین راه میریم علتش موجودیت قوه جاذبه زمین هست که ما را در روی خودش نگه میداره. پس از جمله فواید قوه جاذبه زمین میتونیم بگوییم که
این هست که اجسام را در روی خود نگه می‌داره. قوه‌ای که اجسام را به طرف خود می‌کشونه قوه جاذبه زمین هست. همون قسمی که براتون گفتم، زمین همه اجسامی که از هر ارتفاعی رها شوند به طرف خود می‌کشونه. پس قوه‌ای که اجسام را به طرف خود می‌کشونه به نام قوه جاذبه زمین یاد میشه. این قوه به تمام اجسامی که در اطراف زمین وجود داره وارد میشه و اجسام را به طرف مرکز زمین میکشونه و میتونیم این قوه را به نام وزن جسم هم یاد کنیم. یعنی همین وزن جسم هست که باعث میشه تا قوه جاذبه زمین بالایش وارد شود و این جسم را به طرف خود بکشونه. پس این قوه که به همه اجسامی که در اطراف زمین وجود داره وارد میشه و آنها را به طرف خود، یعنی به طرف مرکز زمین میکشونه، به نام وزن جسم هم یاد میشه. شاگردای عزیز، شما اگر در هر قسمتی از کره زمین وجود داشته باشین، در شمال کره زمین، در جنوب، در سمت شرق و یا غرب وجود داشته باشین، در تمام این قسمت ها قوه جاذبه زمین وجود داره و یعنی این مسئله به ما میرسونه که هیچ نقطه از کره زمین نیست که در او قوه جاذبه زمین وجود نداشته باشه. بنابراین در تمام قسمت های کره زمین قوه جاذبه زمین وجود داره و قوه جاذبه زمین همه اشیا را در هر قسمتی که باشه به طرف مرکز زمین میکشونه. شاگردای عزیز، یک مسئله دیگه که در ابتدا براتون یادآور شدم این است که قوه جاذبه زمین تمام اجسام را روی زمین نگه می‌داره. حتی اگر شما یک جسم را به طرف بالا هم پرتاب کنید، می‌بینید که جسم بعد از یک مدت زمانی به زمین برمیگرده و دوباره به زمین سقوط میکنه و علتش این هست که زمین با موجودیت قوه جاذبه باعث این میشه که اجسام را به طرف خود و یا به طرف مرکز زمین بکشونه و بر روی خود نگهشان داره. مسئله دیگه که در قوه جاذبه زمین، قوه جاذبه موجود در زمین تنها باعث نگه داشتن اجسام در روی کره زمین بالای خودش تأثیر نداره، بلکه قوه جاذبه زمین باعث میشه تا که مهتاب که در اطراف زمین وجود داره و مهتاب به اطراف زمین در حال چرخش هست، همین مهتاب را در مدارش نگه میداره و باعث میشه که مهتاب از مدار خود خارج نشه و یا مهتاب از مدار خود بیجا یا منحرف نشه و قوه جاذبه زمین هست که مهتاب را در مدارش نگه میداره و باعث میشه که مهتاب به اطراف زمین در حال چرخش و حرکت باشه. از همه مهمتر ای که قوه جاذبه تنها در زمین وجود نداره. مثلا قوه جاذبه ای که در آفتاب وجود داره باعث میشه که تمام سیاره ها در اطراف آفتاب در مدارهای مشخص و معینی در حال چرخش و حرکت باشد. میفهمید که نظامی که ما در او قرار داریم نظام شمس می باشه و نظام شمس که آفتاب در مرکزش هست متشکل از 9 سیاره هست و زمین یکی از این 9 سیاره می باشه که در یک مدار مشخص و معین در حال حرکت می باشه. همین قوه جاذبه هست، قوه جاذبه آفتاب هست که زمین و 8 سیاره دیگر را در مدارهایشان نگه می‌داره. شما می‌فهمید که هرگاه سیارات هر قدر که با آفتاب نزدیکتر شوند گرمتر میشن، قابلیت سکونت در اونها وجود نداره به علت گرمی زیاد و هر قدری که سیارات از آفتاب دورتر باشه سردتر می باشن و باز هم به علت سردی قابلیت سکونت را نداره. پس همین قوه جاذبه‌ای که در آفتاب وجود داره سیارات را در مدارهایشان نگه می‌داره و زمین در مداری که مشخص و معین وجود داره در حال چرخش و حرکت می‌باشه. اگر همین قوه جاذبه وجود نمی‌داشت باعث منحرف شدن سیارات از مدار خود می‌شد و باعث می‌شد که زمین یا به آفتاب نزدیک شود و یا به آفتاب دور شود، از آفتاب دور شود و همین مسئله باعث می‌شد که زمین را به یک سیاره‌ای تبدیل کنه که قابلیت سکونت و یا زندگی را از دست بده. پس قوه جاذبه یک مسئله بسیار مهم و اساسی می باشه که در کره زمین وجود داره، تمام اجسام را به طرف مرکز زمین میکشونه، باعث نگه داشتن اجسام بر روی خود میشه. حتی اگر یک جسم را شما به هوا پرتاب هم میکنید
باز هم به زمین برمیگرده به علت موجودیت قوه جاذبه. و از همه مهمتری که قوه جاذبه زمین مهتاب را که به اطراف زمین در حال چرخش می باشد در مدارش نگه می داره، مانع منحرف شدن مهتاب از مدارش میشه و تنها قوه جاذبه در زمین وجود نداره، آفتاب هم قوه جاذبه منحصر به خودش را داره و همین قوه جاذبه که در آفتاب وجود داره باعث میشه که سیاره ها در آفتاب در مدارهای مشخص و معین در حرکت باشند و مانع منحرف شدن سیارات از مدارهای خود میشه. مسئله دیگه که در قوه جاذبه زمین وجود داره این است که قوه جاذبه زمین به مقدار اجسام، یعنی به کتله اجسام و یا مقدار بزرگی اجسام و همین قسم به فاصله یا ارتفاع رابطه هایی داره که میتونه رابطه های مستقیم و معکوس باشه. هر قدر که کتله اجسام بیشتر باشه، یعنی اجسام دارای کتله های بزرگتر باشند، مقدار قوه جاذبه زمین هم بیشتر می باشه. یعنی اگر این مسئله را شما بخواید تجربه کنید، اگر یک کتابچه را در دستان بگیرید و یک ورقی از کتابچه را در دستان بگیرید و همزمان هر دو جسم را رها کنید، میبینید کتابچه زودتر از ورق کتابچه به زمین میرسه. علتش چی می باشه؟ علتش می باشه که کتابچه دارای کتله بیشتر باشه. هر قدر کتله بیشتر در اجسام وجود داشته باشه یا اجسام کتله های بیشتر داشته باشند، مقدار قوه جاذبه زمین بالایشان بیشتر میشه. پس میتونیم بگوییم که کتله اجسام با قوه جاذبه زمین رابطه مستقیم داره. یعنی چی؟ یعنی هر قدر کتله بیشتر باشه، قوه جاذبه وارده بر همون جسم هم بیشتر می باشه. که این مسئله را به شکل بسیار ساده در مثالی که براتون یادآور شدم میتونید ببینید. زمانی که یک کتابچه و یک ورق را همزمان رها کنید، کتابچه زودتر از ورق به زمین میرسه و ورق دیرتر از کتابچه به زمین میرسه و علتش این است که کتابچه دارای کتله بیشتر از ورق می باشه. و همین قسم مسئله دومی که در قوه جاذبه زمین وجود داره ارتفاع می باشه. هر قدر ارتفاع بیشتر شود، یعنی اجسام از زمین فاصله هایشان بیشتر شود، قوه جاذبه کمتر بالایشان وارد میشه. یعنی هر قدر به ارتفاعات بیشتر بریم، تاثیرات قوه جاذبه بالای اجسام کمتر میشه. پس میفهمیم که قوه جاذبه زمین با ارتفاع رابطه معکوس داره یا رابطه برعکس داره. یعنی هر قدر که ارتفاع بیشتر شود، قوه جاذبه وارده بالای اجسام کمتر میشه. هر قدر که اجسام در ارتفاع کمتر باشه، قوه جاذبه وارده بر اجسام بیشتر می باشه. درس ما در همین قسمت به پایان میرسه. امیدوار هستم که با مفهوم قوه جاذبه زمین و همین قسم با اجزایی که در قوه جاذبه زمین وجود داره آشنا شده باشین. کسی در این درس سوالی یا مشکلی نداره؟ استاد من سوال دارم. یسرا جان بگو سوالت را. قوه جاذبه آفتاب چگونه است؟ بسیار عالی. یسرا جان میگه یک بار دیگه در مورد قوه جاذبه آفتاب برش بگم. یسرا جان، آفتاب هم مثل زمین داره یک نوعی از قوه جاذبه می باشه. البته قوه جاذبهش مثل قوه جاذبه زمین نیست، اما یک نوعی از قوه جاذبه می داشته باشه که منحصر به خودش می باشه و همین قوه جاذبه در آفتاب باعث شده که همه سیاره هایی که در اطرافش وجود داره در مدارهای معین و مشخصشان حرکت های خود را ادامه بدن، مانع منحرف شدن سیاره ها از مدارهای اصلیشان میشه. و این مسئله در زمین هم وجود داره. قوه جاذبه زمین باعث حرکت مهتاب در مدارش میشه. میفهمیم مهتاب به اطراف زمین در حال حرکت میباشه و همین قوه جاذبه که در زمین وجود داره باعث میشه که مهتاب را در مدارش نگه داره و مانع منحرف شدن مهتاب از مدارش شود. قوه جاذبه زمین همچنان باعث نگه داشتن اجسام بر روی خودش میشه و همه اجسام را به طرف مرکز خود میکشونه. با افزایش ارتفاع مقدار قوه جاذبه کمتر میشه، یعنی با ارتفاع رابطه معکوس داره، اما با افزایش کتله اجسام مقدارش بیشتر میشه. پس با کتله اجسام رابطه مستقیم داره. جواب سوال را گرفتی یسرا جان؟ بله استاد. بسیار خوب. شاگرد عزیز، من در درس امروز با شما دو سوال را به حیث کارخانگی دارم. کارخانگی اول شما این است که در مورد قوه جاذبه زمین هر قدر معلوماتی که دارین در کتابچه هایتان نوشته میکنید و سوال دوم شما این است که رابطه قوه جاذبه زمین با ارتفاع و کتله اجسام را در کتابچه هایتان به شکل واضح
نوشته میکنید. روز بعدی کارخانگیتون را به صنف بیارین، درس ها را هم تکرار کنید تا درس های اولی فراموشتان نشه. اگر سوال ایجاد میشه سوالاتتان را یادداشت کنید و روز بعدی از ما بپرسید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.